چطور از باز کاروبار در ماه مبارک رمضان نسبت به دیگه ماه خوبتر است یا نه؟ خوبه، شکر برای برکت رمضان است دیگه. دوستا این غذاهایی است که وقت افطار فکر میکنم بیشتر این پکوره و بولانی و اینا را بیشتر مردم استفاده میکنن نه؟ اما دیگه گپ است. بسیار پکوره و بولانی همین چیزا رو نزدیک افطار کچالو اول کچالو رو جوش میکنم فهمیدی؟ کچالو جوش و اوله سه جوش که تیپ سه میده کوسی میدان که مال گورا چو سپیکی ورا چو بادیان ورا چو گشنی ورا چو زیرا ورا چو مرچ ورا چو بعد از مواد ورا چو بنام خالق یکتا و توانا هموطنان اصلی دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر، خدا کنه خوب و صحتمند و سرحال باشین. به یکی دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. دوستا در ماه مبارک رمضان قرار داریم و نزدیک افطار هم هست و کم مونده، بسیار کم برای اذان شام تا مردم افطار بکنن و روزهشون را افطار بکنن. ما هم آمدیم در بازار تا ببینیم که در وقت افطاری در بازار چی چیزهایی پیدا میشه و مردم با اونا میتونن که افطار بکنن. در ماه مبارک رمضان بیشتر هتل‌ها بسته میباشه و مردم با مو غذایی که در بازار فروخته میشه استفاده میکنن و روزشون افطار میکنن و بیشتر غذایی که نوش جان میکنن همین پکوره و سمبوسه و بولانی و چیزاست. ما هم امروز خواستیم که یک گزارش از این براتون تقدیم بکنیم ببینیم که کدام غذاها پیدا میشه و اینا هست در بازار موجود، آیا مردم میتونن استفاده بکنن یا خیر. برای آخر برنامه همراه کنین دوستان. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشی. اول همین نام مقبول تا بر دوستا بگو که برایت بلند شود. عبدالصابر هستم. عبدالصابر جان، چقدر وقت است که پکوره فروشی میکنی خودت؟ تقریبا یک 3 سال 4 سال میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. خیزیات وقت شده دیگه، تجربه بیشتر داری دیگه. والا شکر است، زیاد وقت میشه دیگه. چطور از باز کاروبار؟ والا شکر است دیگه، شب روز گذران میشه، تیر میشه. تنها در رمضان به خاطر افطار تیار میکنی یا غیر رمضان هم کار میکنی کار پکوره؟ نه، غیر رمضان هم میباشم، در رمضان هم میباشم. کار دیگه در رمضان این وقت افطار خوب جمع جوشتن زیاد والا اصلی بیروبار هم وقت رمضان دیگه، وقت اذان شام میباشه، افطاری میباشه دیگه. شکر است دیگه، کاروبار میگذره دیگه. چند رقم پکوره است اینجا میشه برای دوستان هم میگیری شده؟ در اینجا یکی پکوره 5 روپیگی کچالو است، ساده 2 روپیگی است، پیازی است دیگه. پکوره مرچ است که داخل کرویی است. بسیار خوب، بسیار خوب. کدامش باز زیادتر مردم نوشجان میکنن؟ زیادتر مردم پیازی میخورن. پیازی نوشجان میکنن. همون که شاید ارزان هم باشه پیازی. والا 2 روپیه دیگه، در پر 5 تا میشه از اون. در پر 5 تا. چقدر خوب. چطور از باز فروشاتتان روزانه چند سیر کچالو اینا رو سودا میکنید؟ شکر است دیگه، روزانه فروشات خوب است، فروشات ما خوب است، خو یک ذره مال قیمت است که متوارث صحیح نمیکنه. اگر نه فروشات ما بسیار خوب است. خیلی 2 افغانی دیگه پکوره و هم کچالو سری 180 افغانی واقعا مشکل است دیگه پورا کردنش. پیاز پورا کردنش مشکل است. یک سر پیاز 6.5 روپیه شده، ما از 6.5 روپیه چی رقم 2 روپیه جور کنیم. آردم قیمت شده دیگه، آرد پکوره هم قیمت است، پیاز قیمت است دیگه. چیزا خوب است، گزاره میشه کتش. این دیگه آرد کدام آرد مخصوص کار داره چه رقم؟ این آرد ماتر است، آرد ماتر جور. کمی در مورد همین طرز تایش بر دوستا بگوی اگر خواسته باشن آماده کنن در خانه. والا تو که هر چی بگویم اگر جور کنن تا خودشون عملی نبینن یاد نمیگیرن، رقمی تاوان میکنن اگر جورم کنن. جور کردن از این کار آسان است، کار مشکل است؟ چه رقم کار است؟ آسان است وقت عملی ببینن. این رقمی که ما بگویم بیچاری کسا جور کردن تاوانی شدن، روغن است. این یا شین عملی دوستا میبینن نه که مندازی در روغن چه رقم میره مندازی. اینی مثلا که اینی کچالوش تراشک میکنی، کچالو را جوش میتی، اینی دیگه‌اش بر دوستا کم کم بده که اینی کچالو اینی دروپگی که است گرد که است این کچالوی خام است. اون 5 روپیگی که است گو کچالوی جوشانده است، همراه مرچ مساله میکس میشه، جوشانده میشه، بازو کلوله میشه، با دقیق خمیر روی زده میشه، باز
پخته میشه در روغن دیگه، مثل این رقم دیگه که مرچ انداخته میره اون رقم وام انداخته. پکوری مرچی دیگه مو تند کلشان همیشه باشه. تندشان نمیسته. در بین اینمی کچالویی که گفتی از کچالوس پکوره و یکی از پیاز است، کدامش زیاد مزه‌دار است به نظر خودت؟ والا من زیادتر که خوش دارم مرچ خوش دارم، اگه از خاطر تند و تیز است. دیگه دوستا نمیفهمم که. من فکر میکنم دوستا شاید به خاطر از این برای ما یاد نتونن نگه که نبه ما میگه کراچی نمونیم. چطور؟ نه گپا نیست. من هر کسی پیش ما میایم از یادش میتونم طریقه را میگم یاد بگیر، روزی تا پیدا میکن، روزی هر کسی خداوند میته. تا بالا کدام وقت تو شده مثلا کدام نفر تو مسلمان اومده باشه از یاد گرفته باشه استاد نمیشه رقم میشه چه رقم میشه باز ببینی صبر روز بیاد پولی خودش هم تکرار والا خاینی زیاد است، چی بگویم بیاد از خوبی نمونده، خوبی کنی از خوبی استفاده میکنه، بسیاری کسا هست جور میکنه. والا دست از پایان دست بتی از شانه برات قطع میکنه، تو کسا هست دیگه چی بگویم، روزی هر کس پروردگار میته. این کارا را خودت که 3 سال میشه انجام میدی نه پکوره پخته میکنی، تا بالا کدام وقت شده است مثلا از پیشت مثلا روغن در جانت پریده باشه سوخته باشی، نه سرکارت با روغن است خدا سوختانده باشی یا کدام حادثه رخ داده باشه برای خودت؟ والا سوخته خود بیخی سوختگی خوب بر ما یک آموختگی شده. دست ما سوخته، هر جای ما سوخته بیخی تو که سوختن عادت کردیم، هیچ سر سوختن رای نمیزنیم از خاطر که زیاد سوختیم، اما ترسش از دل ما پریده، ترس سوختن. با خیر و سلامت باشی، خیلی ممنون از اینکه وقت دادی بیایم امروز صحبت بکنیم. دوستا این غذاهایی است که وقت افطار فکر میکنم بیشتر این پکوره و بولانی و اینا را بیشتر مردم استفاده میکنن نه؟ اما دیگه گپ است. بسیار پکوره و بولانی و این چیزا رو نزدیک افطار از دوستا شاید بعد از این بیروبارشان هم زیاد شوم مزاحم کارتون نمیشیم. کدام پیام حرف گفتنی اگر بر دوستا داشته باشی کاملا در خدمت. تشکر، زنده باشی. افطاری خوش برای کلگی میخوایم، اگه پکوره میخورن سر چاک بیان کروچی پکوره در خدمتشون است. با خیر سلامت باشی، مستقیم پیش خودش بیاین دیگه بس. من در خدمت هستم. با خیر سلامت باشی، تشکر. وقت خوش براتون میکنم. سلام، خوب هستین؟ خیر تکړه بخیر، خیر تشکر، سلامت باشی. نام مقبول چی است؟ نام علمگل. علمگل. چقدر وقت از خودت کاروبار سمبوسه را میکنی؟ یار ما تا 12 سال میشه بخیر. 12 سال ماشاءالله، خیلی زیاد وقت شد دیگه. بخیر. حتما هم تو سمبوسه بسیار مزه‌دار هم جور میکنی. ان شاء الله خوندور شي جوړو، ان شاء الله روغ شي جوړو، خوش شي جوړو. بسیار خوب. بسیار. چطور از باز کاروبارت؟ یار کاروبار خوب است الحمدلله، خداوند راضی است، میشه ان شاء الله. تنها در ماه رمضان کارا میکنی یا سال از 12 ماه؟ نه 12 ماه کار میکنم. 12 ماه. بسیار خوب. از سابق هم میجستی؟ از سابق ما میجاستم. بسیار بهتر از یک دوست هم روید بلد شون نه؟ نه میجاستم ان شاء الله. هر جایی که باشی باز پیدا بکنه بیاین بیشتر. نه ان شاء الله میجاستم. از باز در ماه رمضان کارتون فکر میکنم یک ذره شاید خوبتر باشه. یار ما رمضان بخی خوب است الحمدلله، 2 ساعت 2.5 ساعت کار از خوب است ان شاء الله. در افطار دیگه بیشتر مردم اینم غذاهایی است که در روی بازار است، یعنی بولانی و سمبوسه و پکوره بیشتر استفاده میکنن مردم. بالکل و دغه ډیر استعمالي و اخلي د خیر سره و اخلي. خودت چطور باز خودت هم امروز سمبوسه افطار میکنی یا یگان غذای دیگه برات میاری؟ یار مقصد که سمبوسه افطار میکنم دیگه غذا باشه چیزی که بود دیگه. چطور از باز چقدر فروشات دارین روزانه؟ یار میشه 2000 و 2500 فروشات میشه ان شاء الله. بسیار خوب، بسیار خوب. تنها در ماه رمضان؟ نه ان شاء الله میشه هر وقت. خیلی خوب از کاروبارش بیایم ما شروع بکنیم. چطور؟ نه باید شروع کنیم ان شاء الله. یاد میتی برامو بیایم اینجا مذاکره چی بریم در پوری؟ باید بیاد او مشکل نیست ده. یعنی خوب از دوستا باز بخیل نیست، دل کلان داره دیگه. نه ان شاء الله مشکل نیست، راست خپل نصیب فری کنه. بعضی از دوستا هستن یک کاری که شروع میکنن نه باز پیشگیری بگی چطور شروع کردی چطور چگونه میشه برات یاد نمیتونه دیگه نشه بیاد در پولیم کاروبار ما را خراب کنه. نه ان شاء الله مشکل نیست، خپل نصیب فری پوس زکای پس بگی درکی که مشکل نیست. بسیار خوب. این کچالو را شما جور میکنین باز دای مصالحه و اینا اضافه میکنین دیگه. کچالو اول کچالو را جوش میکنن فهمیدی؟ کچالو جوش و اوله سه جوش نه تیپ سه میدا کوسی میدان کو مال غوړه چو سپیرکی ورا چو بادیان ورا چو غشنی ورا چو زیرا ورا چو مرچ ورا چو بعد هغه مواد ورا چو نو. یعنی دوستا کلش دانه براتون نام گرفت دیگه اگر در خانه خواستین که سمبوسه مزه‌دار تیار بکنین نیم ترس تهیهش دیگه. بیخی ساده بالکل. در خانه مزگان و خوشپزی میکنید؟ شد دانی سولی؟ سه غلط نکی خو طبیعت که. در خانه میگم خوشپزی میکنی؟ ولی نکو شرم نسر. سمبوسه اینا یا دیگه؟ نه دیگه میگم. چی چیزا رو پخته کردم؟ یارا کی چیزی بگو پخته کردم ما زیاد مسافری کردم. این مسافری دیگه یک فایده شی نمی از که آشپز میسازه آدم. نه ان شاء الله آشپز یا سوری کی وریجه په قابلی
او دال خه دال پخو بسیار خوب. بس ان شاء الله خیلی بدنی گزاره کو آن چقدر خوش باشن در خانه است میشه. نه خدا خوشحال قرار رفتی سفر کردی؟ یار والا ایران رفتم او پاکستان رفتم در کدامش بسیار خوش بودی در ملکا؟ ایران خوش بودی پاکستان؟ یار نه وطن خوش هستم در وطن خوش هستی؟ نه مسافری کجا شد خوش؟ یار مسافری 22 سال در پاکستان بودم او غالبا یک 12 سال در ایران بودم. بسیار خوب. این سمبوسه پخته کردن باز در کجا یاد گرفتی آجی؟ ای دا یک استادی ما بود در قندوز از یاد گرفتم. تو در وطن یاد گرفتی. از غذاهای پاکستانی و ایرانی باز کداماش یاد گرفتی خوب پخته کردن میتونی؟ یار ایرانی سوسیس و تخم مرغ است ای خوب پخته میکنم. بسیار خوب. یعنی خوب است خیلی فایده کردی دیگه در مسافری. نه بس چی کنم چاره نیست دیگه مجبور هستم. بخیر و سلامت باشی. وقت افطار است، نزدیک افطار است. دیگه کاروبار خودت هم نام خدا خوب است، بیروبار زیاد است. مزاحم وقتت نمیشیم. بخیر باشی. سلامت باشی که تو سمبوسی سریم خدمت کی. خیر سلامت باشی. وقت خوب باشه. کامیاب سلامت باشی. خب دوستا این سمبوسه پکاورا و همچنان بولانی غذاهایی است که بیشتر در وقت افطار در بازار میتونین پیدا بکنین، نوشجان بکنین، همراهشان روزتون افطار بکنین. پکاورا رو هم براتون نشان دادیم، سمبوسه رو هم براتون نشان دادیم. حالا میریم طرف بولانی ببینیم که اینجا بولانی هم پیدا میشه یا خیر. ما رو همراهی کنین دوستا. سلام خوب هستین؟ خوب هستی بخیر. تشکر. سلامت. نامت چی است رفیق؟ سجاد احمد. سجاد احمد جان چطور است کاروبارت باز؟ خوبه شکر بیادر. چقدر وقت است که اینجا کار میکنی بولانی؟ تقریبا اگه 7-8 سال میشه. 7-8 سال. دوستا واقعا هر کدام که پرسان میکنیم ماشاءالله تجربهشون خیلی زیاد هست در کار. خوب حتما دیگه خوب وارد هم شدید در کار. والا شهر و بازار از واردات نداشته باشی نمیشه دیگه. نه اینجا دیگه بیروبار هم نام خدا زیاد هست، وارد نباشی. ماشاءالله قدر باز وطنی خود پخته کردی؟ نه شاگرد دارم رفتن نماز خواندن. تو شاگرد داری؟ نه خیلی تو شاگردت بیا ما شاگرد قبول میکنی ما را شاگرد؟ فایز گپ نیست از خودت است. بخیر و شام کارت کم قسم میکنی که مزاحم کار بارت نشیم. چطور از باز کاروبار در ماه مبارک رمضان نسبت به دیگه ماه خوبتر است یا نه؟ خوبه شکر برای برکت رمضان است دیگه. خاطر اصلی که اینمی غذاهایی است که بیشتر در رمضان افطار میکنن نه همراهش مردم. دیگه تو غذای خاص پیدا نمیشه و تعالی تمامشان بند هست. شاید بیشتر مردم از همین پکاورا و سمبوسه و بولانی و استفاده میکنن. بله یا مترس. خودت هم باز افطار همینجا میباشی یا میری طرف خانه؟ نه همینجا هستیم دیگه وقت افطار کار غریبی دیگه. یعنی خوب از دوستا گفت افطار هستیم باز ما هم تا افطار میباشیم دیگه. یعنی چیز نمونده به افطار هم. یک ساعت مونده دیگه زیاد نه. بسیار خوب. این بولانی با ساموش فروخته میشه دفتر؟ خدا مهربان است. یعنی بیشتر هم پخته میکنی؟ پخته میکنین دیگه. برو خیلی کارت هم بگو که مزاحم کارت نشیم. نه گپ نیست. یک شاگرد پیدا کردیم که محمد ما رو دقیقه گرفته است کار نمیکنه همراه ما رو از کار مونده. نه خدا نکنه گپ نیست. سابق هم همینجا بودی گفتی 7 سال از کار میکنی. بله یا. از سال 7 سال همینجا تا از 7 سال همینجا هستیم ما. بسیار خوب بسیار خوب. شاید خیلی شاگردان هم داشته باشی اینجا دیگه. داریم والا ناشکری نشه که من همینجا نیست طرف ترکیه و ایران رفته کلاش. وار دعا دادی روانشان کردی دیگه. بله یا خودم همینجا مونده. در کنار این بولانی و سمبوسه و پکاورا و اینا نه در بازار خودت هستی میبینی دیگه کدام غذاها را در افطار مردم نوشجان میکنن استفاده میکنن؟ والا شام خود اگر نمی سوپ است پکاورا و بولانی دیگه چیز نیست. دو غسل است. اوتالا دیگه بسته است. اوتالا بسته است. بولانی با چتنی خوب مزه میده نه؟ خودت هم باز چتنی خوبش آماده میسازی برش؟ شاید تا دیگه نمی چکنی که به مردم تیار کنیم خودم هم میخورم. چتنی باز دو رقم چتنی داره، یکی سرخ است یکی سبز است. چی تفاوت‌ها داره بینشون نمیاد؟ سبزش یکم ماز داره، سرخش بانجاندومی مرچ از خلاص. یک چتنی دیگه هم است چتنی کشته‌ای نه؟ یک بار نوشجان کرده بودم واقعا بسیار مزه‌دار است همراه بولانی اونا. خودت ندیدی؟ نه تا والا ندیدم. تو 7 سال تجربه داری و هنوز تیار نکردی. شاید دیده باشم دیگه امتحان نکردم نخوردم. این بولانی که آماده می‌سازین همین آردایی است که در خانه ما استفاده می‌کنیم و کدام آرد مخصوص؟ نه خیلی آرد آریانا است. آرد چی است؟ آریانا. آرد آریانا. یک ذره کش است، خمیرش هم سخت میه. به خاطر اصلی که بولانی که در خانه واقعا دوستا پخته میکنن تا این بولانی بسیار یک تغییرات زیاد هست در مزهش، در لذتش، در همه چیزش نه؟ بله یا یک مزه خاص داره باز خوش آدم میایره نوشجان کردنش دیگه. نه من چیزی که باز در خانه مزه میده در بازار نمیده. بازار نه هر کدامش مزه خاص خود داره ولی یک ویژگی که بولانی بازاری داره نه است که هر قدر بخوری دلت نمیزنه. بولانی خانگی دو تا بخوری با سیر میکنی نه؟ بله یا میگم. چرا دلیلش چی از برات؟ خانه بسیار پر پخته میکنه اینجا دیگه بازاری است. وقتی پر در خانه پخته میکنه اینجا نمیشه. دلیلش نمیست که پر است. اگر خودت پر پخته کنی دیگه نخواد پیسه چه؟ نه دیگه. به خیر و سلامت باشی. خیلی دوستان نزدیک افطار هست. ما همیشه هم کار میکنیم هم افطار باز هم میکنیم.
دیگه این بود برنامه امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. این بود غذایی که در افطار در بازار مردم استفاده میکنن، نوش جان میکنن به خاطر افطارشان. شما هم کانال یوتیوب ما را هم سابسکرایب بکنین. اگر پیشنهاد انتقاد داشته باشین میتونین که پای کامنت بر ما بنویسید. من اینجا شاگرد میشم، امروز بولانی هم پخته میکنم، افطارم هم اینجا میکنم. برای خداحافظ دوستای عزیز.